در مراسم عزاداری ها و ایام عاشورا فرصتی است برای کسانی که حقد دارن، کینه دارن به فاتحین اسلام، به کسانی که دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به اقصا نقاط جهان رساندن، کسانی که قرآن کریم و سنت رسول اکرم رو حفظ کردن و برای ما نقل کردن. و ما بارها گفتیم که هدف دشمنان اسلام از لعن و نفرین و توهین و اهانت و تهمت به یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شخص آنها نیست. یعنی هدفشون ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و غیره رضی الله عنهم نیست. هدف اسلام است. اینا وسیله هستند. میخواهند اسلام را ضربه بزنند. اگر بیایند در نزد جاهلترین مسلمان ها مستقیما به قرآن و به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین کنند، خب طبعا هیچ مسلمان با غیرتی ولو اینکه ضعیف الایمان باشه قبول نمیکنه. اما اومدن ناقلین دین، ناقلین اسلام و کسانی که این دین رو به ما رساندن، اونا رو هدف قرار دادن تا ما رو نسبت به دین بی اعتماد بکنن. موقعی کسی به شما بیاد بگه که قرآنی که شما دارید میخونید، حدیثی که شما دارید روایت میکنید و بهش عمل میکنید، سنتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعمال و کردار و رفتارشان، کسانی که این سنت رو برای ما نقل کردن منافق بودن، کافر بودن، مرتد بودن، عده‌ای فرصت طلب و سودجو بودن. خب طبعا شما نسبت به این کتاب و به این سنت بی اعتماد میشد. هدف اساسی شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی و روافض نیز همین است. هدف اسلام هست، هدف قرآن هست، هدف سنت است. اصحاب پیامبر رو که هدف قرار میدن، اینا رو که ذکر میکنن، اینا وسیله‌ای هستن تا به اون هدف خبیث خودشون برسن که نابودی اسلام می باشد. و بارها گفتیم و بازم تکرار میکنیم که شما اگر در مجالس اینا، در حسینی ها، مهدی ها، در تلویزیون ها، در مجالس عمومی و خصوصی اینها، در کتاب های اینها، در پای درس علمای اینها بشینید، ذکر ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عتبه و شیبه و ربیعه و سران قطیف، سران بنی ثقیف در طائف و کسانی که به پیامبر سنگ زدن، پیامبر رو اذیت کردن، به پیامبر توهین کردن، شما از اونا خبری نمیبینید. بلکه نزدیکترین، بهترین، مخلصترین اصحاب پیامبر رو هدف قرار دادن. کسانی که از جان و مال و همه چیز خودشون برای پیامبر گذاشتن، اونا رو هدف قرار دادن. هدف لعن، هدف نفرین، توهین، اهانت، بهتان. از کسی شروع میکنن که بیشترین خدمت رو به پیامبر کرده، از ابوبکر صدیق. از کسی شروع میکنن که اسلام رو به اقصا نقاط جهان رسانده. دو امپراتوری بزرگ کفار، امپراتوری فارس و امپراتوری روم، در زمان او در هم شکسته شد. عمر فاروق. کسی رو هدف قرار میدن که با دو دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی یکیش فوت کرد با دیگری ازدواج کرد، با عثمان ابن عفان، با کسی که در زمان خلافت او لشکرهای اسلامی در اقصا نقاط شرق و غرب سرزمین ها را یکی پس از دیگری فتح می کردن.
همین اشخاص رو، همینا رو هدف قرار میدن، در حالی که ذکری از ابو جهل و ابو لهب که و دیگر سران کفار قریش که بدترین عذابها رو به پیامبر و اصحابش چشاندن، ذکری از اونا نمیشه. از عبدالله ابن ابی ابن سلول که در طول مدت حیاتش در مدینه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کرد، حتی به همسر طاهره و صدیقه پیامبر عایشه رضی الله تعالی عنها توهین کرد، تهمت زد، ذکر از اون نیست، اما ذکر اصحاب پیامبر است. همونطوری که در شروع برنامه گفتم، در مراسم عاشورای امسال در کشورهای مختلف، خاصتا در عراق و در ایران، به صورت علنی به اصحاب یاران پیامبر لعن و نفرین کردند. در بعضی از کشورها که شیعیان در حالت تقیه زندگی میکنن، مانند افغانستان، این جرأت رو ندارن در حسینیه پشت درهای بسته شاید این کارو بکنن، شاید در اونجا این جرأت رو نداشته باشن از اینکه میترسن که درز بکنه. اما در کشورهایی که سلطه و قدرت در دست اوناست، در ایران، در عراق، علنا در روز روشن این عمل زشت رو انجام میدن. بارها گفتیم که تنها مذهبی که در بین همه مذاهب و ادیان و فرق گوناگون، چه حق چه باطل، حتی در جنگل ها، در اون کسایی که در غارهای کوه زندگی میکنن، لعن، نفرین، تهمت و دروغ عبادت محسوب نمیشه الا در مذهب شیعه، در مذهب شیعه اثناعشری. و بارها من این روایات رو نشون دادم که لعن و نفرین و تهمت و دروغ عبادت محسوب میشه، عبادتی که اجر میبرن به خاطرش. من نخست نمونه ای از تصاویری که در مراسم‌های مختلف در جاهای مختلف یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو هدف قرار میده رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. این تصویری است که لعن به ام المؤمنین عایشه و به امیر مؤمنان عمر بن خطاب در دیوار یکی از دشویی‌ها این کارو کردن. تصویر بعدی شخصی است که در راهپیمایی که به طرف کربلا میره، پارچه سفید رو به خودش بسته و در پشت سر این شخص نوشته که اللهم العن عمر و عثمان و بقیه صحابه، که اسم ام المؤمنین عایشه در اینجا واضح هست و بقیه صحابه نه. این نمونه دیگر در ایران، در یکی از خیابانها لعنت بر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه رو در روی خیابان، روی آسفالت نوشتن. اینجا قبر ابو لؤلؤ مجوسی قاتل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه است که در کاشان ایران قبری به نام او درست کردن. این بالا نوشته بنای تاریخی ابو لؤلؤ. در اینجا اللهم العن الجبت و الطاغوت و النعسل، که جبت ابوبکر صدیق و الطاغوت عمر فاروق و نعسل سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه در نزد شیعه است. این از این پارچه‌ای که در دیوار یکی از حسینی‌ها آویزان کردن که براءت از عمر عبادت است، با خصم حق ستیزه عادت ماست، براءت از عمر عبادت ماست. من خیلی عذر میخوام از این تصویر، اما اهل سنت باید اینا رو بشناسن. در دستشویی یا توالتی که درست کردن روی کاشیا اسمهای صحابه رو نوشتن که هر موقعی که وارد بشن زیر پاشون بکنن اینو. این واقعیتی است که
وجود داره. این تصویر رو دوستان خیلی بهش توجه بکنن و در ذهن داشته باشن. در راهپیمایی که امسال به طرف کربلا داشتن شیعیان ایرانی و عراقی، این تابلو خیلی این به اصطلاح پرچمی که درست کرده بودن خیلی سر صدا کرد و کلاً شاید اساس بحث ما امشب باشه. در این پرچم همونطوری که ملاحظه می‌کنید لعن به عمر فاروق، ابوبکر صدیق، باز دوباره عمر، باز عثمان و باز عمر و باز عمر و باز عمر. این لعن است بر عمر فاروق و ابوبکر صدیق و عثمان ذوالنورین و چون کینه عمیقی از عمر فاروق دارن، چون ایران رو فتح کرد، چون پادشاهی مجوسیت رو سرنگون کرد، چون اسلام رو به اینا رساند، به خاطر همین باید بیشتر لعن بکنن به عمر. به خاطر همین همونطوری که مشاهده میکنید 5 مرتبه به سیدنا عمر لعن کردن. تصویر بعدی این رو هم با هم ببینیم. یکی از خیابان‌های عراق است که اسمای صحابه رو ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه، حفصه و دیگران رو نوشتن و به قول خودشون این زائران حسینی از روی این اسما عبور میکنن و عبادت خیلی بزرگی رو در مذهب شیعه اثناعشری انجام میدن. این 2 تا تصویر رو در ذهن داشته باشید، تصویر قبلی و این تصویر که حرف روش زیاد داریم. فرزندانشون رو آتیش روشن کردن و بر روی پلاکارت هایی اسم صحابه ابوبکر، عمر، حفصه، عایشه و عثمان رو نوشتن و دست بچه هاشون دادن تا این اسما رو بسوزانن. در حقیقت دارن عبادتی رو انجام میدن بر اساس مذهب شیعی اثناعشری. تصویر بعدی پرچمی است که بر دوش یکی از زنان شیعه است در عراق و بر روی این پرچم لعن بر امیر مومنان فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رو ملاحظه می کنید. این تصاویر نمونه هایی است از تصاویر فراوانی که ما در دست داشتیم و این تصاویر بود در نزد من نمیخواستم این تصاویر رو پخش بکنم، هم به خاطر اهل سنت و هم این یقین رو داریم که بسیاری از برادران و خواهران آزاده شیعه ما مخالف این اعمال هستند. اما ما در این برنامه امشب میخواییم ریشه این لعن و نفرین، ریشه این مذهب رو برای شما نشون بدیم که از کجا سرچشمه میگیره این اخلاق. این یکی از مراسم هایی است که آخوندهای رافضی در خلوتکده‌های خودشون برگزار میکنن. دوستان اگر صدا و تصویر رو داشته باشن که کیکی درست کردن و این کیک رو داره میبره و لعن میفرسته به اصحاب پیامبر. وعلى عائشة وعلى أبي بكر وعلى عثمان وعلى عمر اللهم لعنهم اللهم لعن عمر اللهم لعن عمر اللهم لعن أبا بكر وعمر اللهم لعن عمر اللهم لعن عمر اللهم لعن عمر وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. این گوشهایی بود از یکی از مراسم لعن و نفرین به اصحاب پیامبر رضی الله عنهم اجمعین که متاسفانه در
خلوتکده های این شیاطین آخوندهای رافضی برگزار میشه. این تصویر رو هم دوستان عزیز اگر که لطف بکنن، گرچه قبلا هم دیدید، باز هم پخش بکنیم که زائرین ایرانی هستن که در کنار قبر امام حسین نشستن و لعن و نفرین میکنن به اصحاب پیامبر. با هم ببینیم. عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابابکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابابکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابابکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابابکر عمر ثم عثمان عمر 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 لعن الله عمر ثم ابابکر عمر ثم عثمان عمر عمر. دوستان اگر ملاحظه کنند در این قسمت این آخوند رو میبینید که در این وسط نشسته و این دلالت بر این داره که این گونه اعمال زیر نظر مستقیم مراجع و آخوندها برگزار میشه. کسی ناید بگه که عده جاهل و نادان هستن این کارو میکنن و ربطی به مذهب نداره. وقتی که از یکی از مراجع بزرگ شیعه که الله سبحانه و تعالی جزای اعمالی که انجام داده بده بهش، پرسیده شد که صلوات افضل است یا لعن؟ شما چه تصور دارید؟ اگر این سوال رو من از شما عزیزان بپرسم، از شیعیانی که فعلا میبینن این برنامه رو، جواب شما چه خواهد بود؟ اما میبینیم که این آخوند رافضی آیت الله بهجت، یکی از مراجع بزرگ شیعه و در تلویزیون رسمی، این گوشه رو نگاه بکنید، اینجا این آرم شبکه خبر هست، شبکه یک سیما میبخشید دوستان. آقا فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ میپرسه که فضیلت لعن بالاتره یا صلوات. ببینید که جواب این مرجع عالی قدر شیعه که میگن ایشون موت اختیاری داشته، به اختیار خودش از دنیا رفته و ایشون با امام زمان ملاقات میکرده. ایشون یکی از به اصطلاح کسانی بوده که کرامات خیلی زیاد داشته در مذهب شیعه. همین که در گوگل بنویسید کرامات آیت الله بهجت براتون میاد. میگه هر کس رو بر اساس حقیقتش میدیده. مثلا یک آدم گناهکار اگر جلوی آیت الله بهجت میرفته، برای ایشون به اصطلاح این کشفیات وجود داشته که متوجه میشده که حقیقت این شخص چی است، خوب است، انسان خوبی است، انسان بدی است. ببینیم که جواب این عالم شیعه چی است. آقا فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ مثل اینکه لعن تحلیه است و صلوات تحلیه است. اول باید جارو کن تو خانه و پس میهمان. متوجه شدید؟ اول میگه باید لعن بفرستید، اول خانه را جارو بکنید، بعد صلوات بفرستید، مهمان رو دعوت بکنید. پس اینایی که این لعن و نفرین ها رو انجام میدن شاگردان همین آخوندا هستن. یکی از آخوندهایی که قبلا هم این کلیپ رو پخش کردیم در همون وقتش، ولیکن جا داره که یک بار دیگه هم پخش بشه، که این اخلاق این آخوند هست. البته یک داستان دروغی رو میگه، بعد دیگه همین داستان رو بهانه قرار میده برای توهین و اهانت به اصحاب پیامبر. با هم گوش کنیم. نفسگیره جلو مردم وقتی گفت علی شاهده که من ارث بردم، ابوبکر رو منبر به مردم گفت، به روبا گفتن شاهده که
گفت دوممه. جاهلیت رو ببینید، کفر رو ببینید. اگه مردین ما رو پشت تلویزیون کلمه و وصالتونم دعوت بکنید رو در رو حرف بزنید. پس فطرتا، نامردا، بی انصافا، کافران سقیفه‌ای، چرا تنها حرف میزنید؟ چرا همه حرفاتون تهمته؟ دعوت کنین ما رو، کتابای خودتون رو بیاریم وا بکنیم، برای مردم دنیا بخونیم. چرا راه نمیدین ما رو؟ چون دین نداریم، چون مردانگی ندارید، چون شرف ندارین. ارباباتون هم همین جور بودن. این نمونه ارباب اولتون. شما که مش نوچه نجسید. حالا سامری چیه که استفراغش باشه که شماهایی؟ دیدید که به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت جاهل و کافر، و به کسانی که پیرو او هستن هم کافر خطاب کرد، کافران سقیفه‌ای. یعنی هر کس که به خلافت ابوبکر صدیق که در سقیفه بنی ساعده برگزار شده و در این سقیفه مبارک و در این مکان مبارک سیدنا ابوبکر صدیق به عنوان اولین جانشین و خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شدن، حالا ما شدیم کافران سقیفه‌ای. این از این کلیپ. خب حالا ما چرا این موضوعات رو پخش کردیم؟ دلیلش این بود که دیشب در برنامه آفت الله ابوالکذب قزوینی همه اینا رو انکار کرد، گفت همه اینا دسایس داعش و عربستان سعودی است، هرگز شیعیان این کارا رو نمی کنن و این تصاویر همش فتوشاپیه. با هم ببینیم و کمی بخندیم. و من وقتی این عکسی که برای من فرستاده بودن نگاه کردم، دیدم کاملا عکس غیر واقعیه. حتی من رو موبایلم دیدم که یک پرده ای را برای شما عرض کنم نشان میدن که در اون پرده به جای یا حسین اسم خلفا آمده سب اینها. کاملا مشخصه که اصلا کسی این دو طرف پرچم رو نگرفته، در وسط جاده هست بدون اینکه اصلا این پایه های این پرچم در جای بند باشه. بله، این اشاره میکنه به این تصویری که لحظات قبل ما نشون دادیم. دوباره این تصویر رو میبینیم با هم. دوستان این تصویر رو نشون بدن. من یک کمی کوچیکترش بکنم که بله کاملا آشکار باشه. این دو تا پایه هم داره این تصویر و دو نفر هم از دو بغلش گرفتن و این انسان دروغگو و مکار میخواد این تصویر رو انکار بکنه. با هم ادامه کلیپش رو ببینیم. دو طرف پرچم رو نگرفته، در وسط جاده هست بدون اینکه اصلا این پایه های این پرچم در جای بند باشه. یعنی اون آقایانی که اینو فتوشاپ کردن به قدری احمق بودن، بیشعور بودن که حتی نتونسته بودن خوب فتوشاپ بکنن. در فتوشاپشون پایه یادشون رفته بذارن. بله، پایه یادشون رفته بود بگذارن، یا حداقل این پرچم رو خب دو طرف خیلی پرده بزرگیه، یه پرده تقریبا 4-5 متریه، بدون اینکه کسی گرفته باشه وسط جاده همینطوری از آسمان آمده، یا مگر اینکه ببین کره ماه اینها نقشه چیز کرده بودن، یا تو جاده یه چیزایی رو نوشتن. خب اینا همش یعنی کسی که واقعا یک جو انصاف داشته باشه، ولی اون که برای من فرستاده بودن. حالا دوستان بحث خواهیم کرد در موردش. بله، دربارش انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد، بر اینکه اینهایی که برای من تابال فرستادن کاملا مشخصی که لازم باشه یک روزی من از موبایلم بدم به اینترنت، در برنامه بعدی نشان میدم تو خود مردم هم قضاوت کنن که اینا همه خلاصه مال جناب آقای فتوشاپ هست
و اون کسی هم که اینو انجام داده خیلی ناشیگری کرده. و من وقتی این عکسی که برای بله این جناب فتوشاپ این عکس‌ها رو درست کرده علاوه بر قول این، و در همین برنامه میاد میگه که این توطئه داعش و عربستان سعودی است. با هم ببینیم این کلیپ رو. یک نکته‌ای که من لازم هست عرض کنم، من دیشبم کمون استانبول بودیم، دیدم یکی از این دوستانمون از زاهدان برای ما از طریق واتساپ یک چیزی فرستاده بود که آقا این رو شما محکوم بکنید و اینها، و که در این راهپیمایی بعضی ها سب و لعن به خلفا داشتن. البته این رو ما بارها اینجا اعلام کردیم، هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت امروز گناه نابخشودنی است از هر کسی و از هر مقامی در هر موقعیتی باشد، چون ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی این بالاترین آمال و آرزوی دشمنان اسلامه. آمریکا، صهیونیسم، غیره همه دنبال، حتی خود عربستان سعودی داره پول میده به بعضی از شیعه ها، شما بیایید به خلفا فوش بدید، ناسزا بگید، ما اینها را پخش کنیم تا اهل سنت رو به شیعه بدبین کنیم، ایجاد اختلاف. برای این هم ما مدرک قطعی داریم، لازم باشه یک روزی تمام مدارکش رو در اینجا مثل قضیه کالکراب همه رو اعلام خواهیم کرد و هیچ ابایی هم نداریم، ولی حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. بله. و در جای دیگه خیلی جالب میگه، این رو هم با هم ببینیم، خیلی جالبه این. دوستان صدا و تصویر رو داشته باشن. اگر دوستان زحمت بکشن در گوگل بنویسن فتنه داعش در پیاده روی 40، شاید بیش از 50-60 تا از سایت ها همین قضیه اهانت به خلفا را که دارن نشان میدن، این فتوشاپ یا غیره یا واقعیت هم بوده، اینها همه فتنه داعش بوده تا بتونن این پیاده روی بزرگ حسینی را خلاصه با این وضع زیر سوال ببرن. بله. این از این فتنه داعش، یعنی داعشی آمدن این قضیه لعن و نفرین، خدا نکنه مگه شیعیان و مراجع اینا و آخوندا مگه لعن میکنن به کسی؟ نه ابدا این کارا نمیکنن. این پدر سوخت داعش اومده قضیه لعن و نفرین رو تهمت زده به این بیچاره‌های بیگناه. حالا ببینید کسانی که لعن و نفرین میکنن اینا بویی هم از دین نبردن. این کلیپ رو هم با هم ببینیم. فرضاً هم حقیقت داشته باشه، یک افراد تندرو، یک افرادی که بویی از تشیع نبرده، علنا داریم میگیم، اون کسانی که همچه کاری دارن میکنن به هر مقامی به هر شخصیتی وابسته باشن، ما اعلام میکنیم اونهایی که امروز شعار سب و شتم خلفا و یا صحابه را سر میدهند، اینها نه با امام صادق ارتباط دارن، نه با امام زمان، نه با مرجعیت شیعه. بله. متوجه شدید که کسانی که این لعن و نفرین و این کارو میکنن اینا آمریکایی هستن، صهیونیست هستن، از عربستان پول گرفتن، داعش هستن و با ارتباطی هم با امام زمان و امام صادق و دین و مذهب و تشیع ندارن. همه این تصاویر به یک طرف، حرفایی که این آخوندم میزنه میذاریم به یک طرف، سری میزنیم به مراجع شیعه، به کتب شیعه، ببینیم که آیا واقعا این داعشی ها این کارو کردن، این توطئه رو چیدن، یا عربستان سعودی به مجلسی و کلینی حدود 500-600 سال پیش پول داده که این چیزها رو در کتابای شیعه بنویسن. بیاییم با هم ببینیم که واقعیت چیست. در این کتاب ملاذ الاخبار، در این کتاب در صفحه 484 جلد 4 روایت 169
که در پایان در اینجا گفته الحدیث التاسع و ستون و المئه صحیح. روایت هم روایت صحیح هست که بعد نیان بگن که این دروغه. گفتن که با امام جعفر صادق ارتباط نداره کسی که این کارو میکنن. سمعنا ابا عبدالله علیه السلام و هو یلعن فی دبر کل مکتوبه. از ابا عبدالله شنیده شده که در بعد از هر نماز فرض چیکار میکرده؟ لعن میفرستاده. به کی؟ 4 من الرجال و 4 من النساء. به 4 نفر از مردها و 4 نفر از زنها. از زنها، از مردها کی بوده؟ التیمی و العدوی و الفعلان و معاویه و یسمیهم، یعنی تک تکشون رو نام میگرفته. تیمی که ابوبکر صدیق است، اسم قبایلشون رو ذکر میکنه در اینجا، و العدوی هم که عمر رضی الله تعالی عنه و عثمان و معاویه. و یسمیهم، تک تکشون رو اسم میبرده. و فلانه و فلانه، یعنی کی؟ عایشه و حفصه. حالا میرسیم به این فلانه و فلانه و اینا کیا بودن. من ثابت میکنم که اینا منظور خلفا هستن. و هند و ام الحکم اخت معاویه، اینا رو چیکار میکرده؟ لعن میکرده. پس این لعن که هست، این مذهب امام جعفر صادق است. البته اون امام جعفر صادقی که شما معرفی میکنید، اون امام جعفر صادقی که از اهل بیت پیامبر است و از نوه های سیدنا علی رضی الله عنه، اون کسی دیگه است. ما به اون کاری نداریم، بهش احترام داریم، محبتش هم جز ایمان و عقیده ماست. امام جعفر صادقی که ما میشناسیم این امام جعفر صادق نیست که علمای شیعه اثناعشری برای مردم معرفی میکنن. دعای معروفی هست به نام دعای صنم قریش که این دعا کلن لعن هست. صنم قریش و جبتیهما و طاغوتیهما، که 2 صنم قریش، ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و ابنتیهما، که منظور از 2 دختر اونها عایشه و حفصه است. عایشه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر رضی الله عنهم اجمعین. این دعای صنم قریش که دعای معروفی است و اینا همیشه میخونن. در اینجا در کتاب الصراط المستقیم در جلد 3 صفحه 29 در اینجا از امام زین العابدین روایت کردن که از ایشون پرسیده شد عن الاول و الثانی، در مورد اول و ثانی، یعنی ابوبکر و عمر. فقال، گفت علیهما لعائن الله، لعنت های الله بر آن 2 باد. کانا والله کافرین مشرکین بالله العظیم، این 2 نفر بودن، ارتاشون کافر بودن و مشرک بودن. این در کتاب الصراط المستقیم که این مطلب رو در اینجا آوردن. در این کتاب، کتاب بهارالانوار، در اینجا در صفحه 470 جلد 11 در اینجا روایتی رو میاره که وقتی امام زمان وارد مدینه میشه، لات و عزا رو از قبر در میاره و اینها رو آتیش میزنه. در بیان که شرح این روایت هست در اینجا میگه که یعنی باللات و العزا صنم القریش. اونجا دعای صنم القریش رو خدمتتون عرض کردم که اللهم الان صنم القریش که میگن یعنی این 2 بت قریش ابوبکر و عمر است. در اینجا گفته که لات و عزا که نام 2 بت قریش هست کنایه از کی است؟ ابابکر و عمر، کنایه از ابابکر و عمر است. این روایت در بهارالانوار از علامه‌شون، فخر امتشون، ملا باقر مجلسی کشف الله سره. این از بهارالانوارش. در این کتاب، در کتاب لآل الاخبار از محمد تورسیرکانی در ایران قم چاپ شده. این کتاب صفحه 92 جلد 4 در اینجا، اینم تصویر کتاب. میگه بدان، من ترجمه فارسیشو میخوانم خدمتون.
بدان که بهترین جا و بهترین وقت، اشرف الامکن والاوقات والحالات، بهترین حالت، بهترین وقت و بهترین مکان، و انسبها یعنی مناسب ترین وقت برای لعن فرستادن بر آنها کجاست؟ موقعی که شما به دشویی می روید، وقتی که می خواهید قضای حاجت بکنید، وقتی می خواهید خودتون رو فارغ بکنید، در آنجا بگید، بخونید دوستان عزیز، زوم بکنید که چشمان این آفت الله ابوالکذب قزوینی ببینه. اللهم لعن عمر ثم ابا بکر ثم و عمر ثم عثمان و عمر ثم معاویه و عمر ثم یزید ثم عمر ثم ابن زیاد و عمر ثم ابن سعد تا آخری. در اینجا چی میگه؟ اللهم لعن عایشه و حفصه و هند و ام الحکم و لعن من رضی بافعالهم الی یوم القیامه. ببینید مذهب کثیف، مذهب که واقعا چندش آدم میاد از این کتاب هایی که اینا دارن. این در قم چاپ شده، در وهابی ها پول ندادن اینو چاپ نکردن، سعودی ها اینو چاپ نکردن. شنیدید که قزوینی گفت که این توطئه داعش و عربستان سعودی است که پول دادن، یعنی عربستان سعودی پول داده به محمد تورسیرکانی، یکی از علمای بزرگ ایران و یکی از علمای بزرگ مذهب شیعه اثنی‌عشری، و این کتاب رو هم با جرأت تمام اینا در کجا؟ در ایران در قم چاپ کردن و در اونجا این لعن و نفرین رو آوردن و گفتن که بهترین جای این لعن و نفرین هم کجاست. این است مذهب آیت الله قزوینی و کسانی که باهو هستن. در اینجا صحیفة الابرار از حجت الاسلامشون میرزا محمد تقی در مطبوعات العالمی بیروت در لبنان چاپ شده. در اینجا ذکر میکنه که کسی سوال میکنه که فلان و فلان، یعنی همون ابوبکر و عمر که در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله دفن شدن و اونا جانشینان پیامبر بودن و پدرزن ارتاشون پدرزن پیامبر بودن، وقتی که امام زمان میاد اخرجوهما من قبرهما، اونا رو چیکار میکنه؟ از قبرشون خارج میکنه. غصین تریعین لم یتغیر خلقهما، تر و تازه ابوبکر و عمر رو از قبر زنده میکنه. در ادامه در اینجا چی میگه؟ فیخرجان غصین تریعین که هیئت صورتهما فی الدنیا، مانند همون چهرهشون که در دنیا بودن و با همون کفنایی که کفن شده بودن. و یأمر برفع ما علی دوحة یابسة نخره، بر یک ستون تنه درخت خشک دویار پیامبر رو امام زمان اینا که در آخر از زمان میاد، امام 12مشون از قبر بیرون میکنه و اینا رو چیکار میکنه؟ در اونجا به صلیب میکشه. داستان طولانی است که نمیدونم ادعی وقتی که این درخت سبز میشه و شاخ و برگ پیدا میکنه، داستان هایی که باور کنید که فیلمسازان هالیوود هم به فکرشون خطور نکرده. بعد ادعی کافر میشن و ادعی مسلمان میشن. در بعضی از روایات اگر دیده باشید ما گفتیم که ابوبکر و عمر رو به اسمای مختلف اینا در کتاباشون آوردن که اسم زریق، حبتر، نعسل، که الاول، الثانی، فلان و فلان. در اینجا اومده ابی بصیر روایت کرده در این کتاب، در کتاب بحار الانوارشون در جلد 8 صفحه 302 که جهنم 7 تا در داره. جهنم 7 تا در داره. باب الاول للظالم، در اولش برای ظالم است، و هو زریق. الان میرسیم به دعای زیارت عاشورا که میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم تا الی آخره. اول ظالم کی است؟ زریق. در اینجا کی میگه؟ کنایه از زریق، کنایه عن ابی بکر لان العرب یتشعم بزرقة العین. میگه که از زریق کنایه است از ابو بکر،
به خاطر اینکه تشاؤم داشتن عرب از چیزایی که چشمهای به اصطلاح آبی داشته باشن. و باب الثانی لحبتر، در دوم جهنم برای کی است؟ برای حبتر است. حبتر کی است؟ و الحبتر و عمر، در اینجا میگه. و الباب الثالث للثالث، و در سوم برای سوم است. سومی کی است؟ و الثعلب و الحبتر و عمر و الحبتر و الثعلب، یعنی میگه که این حبتر عمر است و حبتر یعنی ثعلب. سومی هم که منظور همون سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه است. و الرابع معاویه است. و الباب الخامس لعبدالملک، عبدالملک ابن مروان. و باب السادس لعسکر ابن حوسر. و الباب السابع لابی سلامه، که این عسکر ابن حوسر شاید اشاره باشه به ام المؤمنین عایشه و کسانی که در جنگ جمل بودن. خلاصه درهای جهنم به اسم بهترین یاران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نامگذاری شده و در اینجا میگه که اول ظالم کنایه از ابی بکر است و هو الزریق و الثانی حبتر یعنی عمر. این از این. الان میرسیم رو دعای زیارت عاشورا که خاصتا در این روزها روزانه شب و روز از شبکه ولایت، از شبکه همین آفت الله پخش میشه که در این دعا با هم میبینیم که چطور لعن و نفرین میشه. در این کتاب باز بهارالانوار هست. در اینجا چی میگه؟ در روایت 173 زیارت عاشورا. حالا زیارت عاشورا که در همین مفاتیح النیران همه دارید تو خونهاتون، شیعیان خواستن دارن و این دعا هم تو همه شبکه‌ها، چه شبکه داخلی، خارجی، رسمی، غیر رسمی، همه پخش میکنن. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع. اللهم الان يزيد بن معاويه خامسا الى آخر الزياره، تا آخر الزياره. در اینجا اقول الاخبار الداله على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وصواب لعنهم وبراءه منهم وما يتضمن بدعهم اكثر من ان يذكر في هذا المجلد. یک بخشی باب کاملی که الان خدمتتون نشون خواهم داد که در اونجا باب کاملی زدن ثواب لعن به ابوبکر و عمر. باب کامل. یک روایت در ثواب لعن ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و عبدالله ابن ابی ابن سلول ندارن یا کعب ابن اشرف. یک روایت یا یک بابی درست کرده باشن در کتاباشون، اما بهترین یاران پیامبر رو در موردشون این گونه رفتار میکنن. در اینجا تقریبا میشه گفت که تفسیر میکنه همین روایت قبلی رو که در این باب اومده و این اول و دوم و سوم منظور همون ابوبکر و عمر و غیره هستن که در این روایت ها ذکر کردن. در اینجا در بهارالانوار هست، این کتاب بهارالانوار جلد 28 صفحه 199. در اینجا میگه که کسی اومد در پیش امام از او پرسید ان لی علیک حقا الا تخبرنی عن هذین رجلین، به گردن تو حقی دارم که به من خبر بده در مورد این دو مرد. عن ابی بکر و عمر فقال، امام گفت کافران، ارداتاشون کافرن، کافر من احبهما، هر کیم که آنها رو دوست داشته باشه چی است؟ اون شخص هم کافر هست. اینم در مورد تکفیر عموم اهل سنت و صحابه. روایات زیادی هست در این مورد. منتها من میخوام در اینجا زیارت عاشورا رو خدمتتون نشون بدم. این کتابی هست، دوستان اگر بتونن تصویرش رو نشون بدن. این کتاب مفاتیح الجنان در خونه هر شیعه وجود داره. این کتاب مفاتیح الجنان هست. آج شیخ عباس قمی این کتاب رو نوشته. در این کتاب حالا در چاپ‌های مختلف صفحات مختلفی خواهد داشت. در این چاپی که ما داریم، البته چاپش هم دوستان عزیز نشون بدن این قسمت رو که حالا نگن که این سعودی‌ها پول دادن و اینو چاپ کردن. کلیات مفاتیح الجنان در ایران هم چاپ شده، این انتشارات گویا چاپش کرده. به هر صورت در این کتاب در اینجا
در صفحه 751. البته دعا از اینجا شروع میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. البته بارها گفتیم که از اهل بیت پیامبر مایه میذارن تا که بخوان اون عقیده یهودی خودشون رو برای مردم غالب بکنن. در اینجا لعن میفرستن به عده‌ای، بعد میاد میگه ولعن الله بنی امیه قاطبة، و خدا لعنت بکنه همه بنی امیه رو. من بارها در این برنامه، حالا اگر نیاز بود انشاءالله نشان خواهم داد، وقتی که همه بنی امیه رو لعن میکنن یعنی یکیشون رو من ذکر میکنم، زیادن از بنی امیه کسانی که واقعا اگر یک کمی فکر بکنه کسانی هستن که مستحق لعن که نیستن هیچ، بلکه انسانهای بزرگواری هستن. یکی از اینها رمله بنت ابی سفیان که خیلی از مسلمان ها شاید این اسم براشون آشنا نباشه. رمله بنت ابی سفیان اموی، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به نام ام حبیبه، با کنیه ام حبیبه میشناسن عزیزان. ام حبیبه که در سیرت، در احادیث، در روایات ذکر میشه، ام حبیبه کی است؟ همسر بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بنی امیه. وقتی که هر شیعه میاد این دعا رو میخونه یعنی همسر پیامبر رو هم لعن میکنه، چون میگه قاطبتاً یعنی همه بدون استثناء. و داستان ام حبیبه معروف است که وقتی ابو سفیان زمانی که مشرک بود، پدرش میاد مدینه، میخواد وارد خونه دخترش میشه که همسر پیامبر هست، میخواد رو فرش بشینه، این ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرش رو از زیر پاش میکشه، میگه تو نجس هستی، بر فرش پیامبر نشین. شما تصور بکنین همسر پیامبر رو هم در این دعا لعن میکنن. در صفحه بعدی در اینجا در این قسمت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، که پروردگار تو لعنت بفرست بر اولین ظالمی که در حق محمد ظلم کرده، که منظور طبق اون روایتی که نشون دادیم وقتی که این ذکر میشه ابوبکر است. در اینجا میگه اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی، خدایا تو مخصوص گردان لعن رو به اولی، و ابدا به اولا، به اون اولی، ثم الثانی که گفتیم در اون روایت که عمر هست، و الثالث عثمان هست، و الرابع که گفتیم معاویه است. بعد از اون دیگه شروع میکنن اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد، و تا آخرش که این دعای سراسر لعن و نفرین که در کتاب‌های اینا وجود داره. این کتاب مفاتیح الجنانشون بود. ما همونطوری که خدمت شما عزیزان عرض کردم در کتاب بهارالانوار یک باب زدن، باب کامل. در این باب سراسر لعن و نفرین هست. دوستان از این تصویر رو نشون بدن. این باب هست در اینجا، این پایین صفحه اگر زوم بکنید که عزیزان ببینن که باب 20 که در این باب لعن میکنن به اصحاب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و در اینجا شاید تعجب بکنید که چرا اینجا جا خالی داره، این نقطه چین داره اینجا. من قبلا در یکی از برنامه‌ها این رو خدمتتون بیان کرده بودم که به خاطر اینجا آمدن این نقطه چین گذاشتن، چون این جدیداً چاپ جدیدی که ما داریم در این چاپ اومدن این جای ابوبکر و عمر و عثمان رو نقطه چین گذاشتن. میگه که باب 20 نقطه چین الثلاثه نقطه چین و فضای اعمالهم و قبای آثارهم و فضل تبری منهم و نقطه چین. حالا برگردیم به نسخه اصلی این کتاب که نسخه اصلی در این نسخه اصلی اومدن این قسمت رو همون اسم صحابه رو بدون تحریف گذاشتن. دوستان عزیز اینو نشون بدن
این نسخه بهار الانوار نسخه اصلیش است. در اینجا اونجا دیده بودید که باب 20 بود، نقطه چین الثلاثه و نقطه چین و فضای اعمال و قبای آثار و فضل تبری منهم و نقطه چین کفر الثلاثه، یعنی کفر این سه نفر و نفاقهم و فضای اعمالهم و قبای آثارهم و وسیلت تبری جستن از آنها و لعن آنها. در اینجا ببینید که اولین روایت در مورد کی است؟ از علی ابن الحسین پرسیده شد که اسألک عن فلان و فلان، از تو در مورد فلان و فلان میپرسم. قال گفت فعلیهما لعنت الله، لعنت الله بر آن دو باد. به لعناته کلها، یعنی همه لعنت های الله بر کی باد؟ بر آن دو نفر باد، یعنی ابوبکر و عمر. ماتا والله کافرین مشرکین، به خدا که اینها کافر و مشرک از دنیا رفتند. دوستان عزیز، این نسخه اصلی بود که چاپ جدید رو تحریف کردن، نقطه چین گذاشتن. ما چاپی که ما در دستمون داریم اینجاست دوستان عزیز. اگر که من این رو به خاطر این آوردم که نگن که این تصاویری هم که شما نشون میدید تصاویر فتوشاپ، این کتاب بهار الانوار هست از علامه مجلسیشون. این وقتی که فشرده بیاد جلد 15 میشه و جلد 29 و 30 با هم هست، بر اساس نسخه های سنگی که بوده، جلد 29 و 30. بله، در این کتاب در صفحه 251 اینجا بابی هست در پایان این صفحه، باب 20 همون نقطه چین و نقطه چین که گفتیم در حقیقت اینجا کفر ثلاثه و نفاقهم و فضای اعمالهم و قبای آثارهم و فضل تبری منهم در اینجا آورده. این باب بزرگترین باب هست در کتاب بهار الانوار، مملو از روایاتی که دوستان اگر نشون بدن، روایاتی که همه لعن و نفرین به اصحاب پیامبر رضی الله عنهم اجمعین هست. همه این روایت ها که میبینین روایت هایی که در اون اثبات لعن و نفرین به اصحاب پیامبر هست. یعنی سعودیا یا داعش پول دادن به علامه مجلسی که این رو بنویسه. این صفحات همه مملو است از روایاتی که در لعن و توهین به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اومده. در اینجا میبینید که همه روایاتی که در این صفحات وجود داره اشاره است به لعن و نفرین اینجا. در این قسمت رو دوستان زوم بکنن. و کان ابوبکر اول من منع آل محمد صلی الله علیه و سلم حقهم و ظلمهم. ابوبکر اولین کسی بود که حق آل محمد رو ضایع کرد و بر آنها ظلم کرد. متوجه شدید؟ در این قسمت ان کان اولهم و ثانیهم و ثالثهم الی تاسعهم. و همین مطلب رو در همین کتاب در این صفحه یک مطلب جالب دیگری هم هست. در اینجا من خدمتتون نشون بدم. اینجا را اگر که دوستان
نشون بدن. یعنی ان الآیات الثلاث یشهدون علی عثمان انه، میگه که این آیاتی که در این باره آورده شهادت میده که عثمان نقطه چین و انا رابعهم، عثمان نقطه چین. این در چاپ جدید نقطه چین گذاشتن. ما رفتیم همین چاپ دوستان عزیز از روی لپتاپ من نشون بدن، در صفحه 222 کتاب فتن و المحن جلد 30. یعنی ان الآیات ثلاث یشهدون کذا علی عثمان انه کافر، و این آیات 3 آیه شهادت میده که عثمان هم چی است؟ کافر هست. در این چاپ دوستان اگر که اینو نشون بدن، در اینجا میگه که چی است؟ نقطه چین گذاشتن. یعنی این داعش انقدر توطئه چیده که حتی در کتاب‌های اینا میاد تحریف میکنه و عوض میکنه مطالب رو. تشکر میکنم از دوستان. و همچنین در صفحه 278 که خدمتتون نشون دادم که در اینجا اول ظالم رو گفت که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است. در صفحه 295 همین کتاب من خدمتتون نشون بدم، همین گفتم این طولانی ترین بابی است در این کتاب که در صفحه 295 در اینجا ببینید، در کتاب الفتن و المحن صفحه 295 در اینجا میگه که بیان ان المراد به فلان نقطه چین. ما همین رو خدمت شما چاپ اصلیشو نشون میدیم، دوستان عزیز نشون بدن. این البیان روایت 139، اینجا هم زوم بکنید روایت 139. البیان در اینجا میگه المراد به فلان کی است؟ عمر. در چاپ قدیمی مراد به فلان عمر است. والجن المذکور فی الآیه نقطه چین در اینجا گذاشته، در نسخه اصلی در لپتاپ که هست عمر. و در آخر همین بیانشون ان یکون مراد به فلان در اینجا نقطه چین گذاشتن، در نسخه اصلی چی بوده؟ ابابکر بوده. یعنی هر جا که فلان و فلان اومد، اول ظالم و ثانی ظالم اومد، منظور کیه؟ ابوبکر و عمر هست. این نمونه‌ای بود از تحریفاتی که اینا در کتاب‌های خودشون دارن. و در همین در صفحه 344 هم یک روایتی هست که من این رو هم نشون بدم. دوستان عزیز اگر اینو لطف بکنن، در آخرین روایت در اینجا میگه که و اقول، در اینجا و اقول الاخبار الداله علی نقطه چین. اینجا الاخبار الداله علی چی است؟ ما میریم نسخه اصلی رو میبینیم. نسخه اصلی صفحه 399 اقول الاخبار الداله علی کفر. اینجا چی است؟ نقطه چین گذاشتن چاپ جدید. ابی بکر و عمر. در نسخه اصلی چی است؟ الاخبار الداله علی کفر ابی بکر و عمر و اضرابهما. در اینجا می‌بینیم و ثواب. ثواب چی؟ نقطه چین. قزوینی چرا این کار نکنه؟ خب هم کتابا رو تحریف کردن، فکر کردن که مردم اینقدر خنگن نمیرن کتابای قدیم، چاپای قدیم شما رو پیدا بکنن. اینجا گفته و ثواب نقطه چین در چی است؟ و ثواب لعنهم، و ثواب لعنت فرستادن بر آنها و براءت منهم. این نمونه دیگری است از تحریف و دستکاری در کتاباشون تا به این وسیله مردم رو بفریبن. خب الان زمان چیه؟ زمان جمهوری اسلامی و زمان وحدت شیعه و سنیه. روایت دیگر در صفحه 338 این کتاب، من این رو هم خدمتون نشون بدم که در اینجا دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. در این صفحه در این قسمت، بله اینجا این شماره صفحه هم ببینید، صفحه 338 انا ابابکر و عمر
که اینا که بعد از پیامبر اومدن چی بودن؟ ظالمین، فاجرین، غادرین. هم ظالم بودن، هم فاجر بودن، هم غادر بودن، ارتاشون. و دعای صنم القریش رو که میدونید که گفتیم در اینجا از عبدالله ابن سنان از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت کردن که قال علی ابوبکر و عمر صنما قریش اللذان یعبدونهما. ابوبکر و عمر دو بت قریش هستن که حالا ما اهل سنت به اصطلاح اونا رو پرستش میکنیم. در این آخر این صفحه در اینجا روایتی رو آوردن که حتی میگه که والله انا لنبغض الابناء لبغض الاباء. میگه که انا لنلتقی و آل عمر، میگه با نوه های عمر، با خانواده عمر در جای در حمام گاهی خود ملاقات میکنیم. فیعلمون انا لا نحبهم، میدونن که ما اونا رو دوست نداریم. ولا یحبون، دروغ گفتن که اونا دوست ندارن، بلکه اونا دوست داشتن اهل بیت. والله انا لنبغض الابناء لبغض الاباء. همونطوری که پدرشون یعنی عمر رو بغضشو داشتیم، بچه‌هاش هم همونطور بغضشون رو داریم. در اینجا از زید ابن علی علیه السلام روایت کردن ما تقول فی ابوبکر عمر. در اینجا میگه که قل فیهما ما قال علیون. در مورد اونها همون چیز رو میگم که در موردش علی گفته. و این باب کلا دروغ ها و تهمت هایی است که به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بستن و زید ابن علی به خاطر اینکه به اصطلاح لعن نمی کرد و براءت نمی جست از ابوبکر و عمر، اونو ترکش کردن و از همون موقع بود که به نام رافضه نامگذاری شدن. مطالب زیاد است در این باب، من نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم با این خزعبلاتی که در کتاب ها اینا هست. منتها یک مطلب خیلی زیبایی است باید خدمتون پخش بکنم. بارها شاید شنیده باشید که قزوینی در مورد اهل سنت چی میگه. امین آفت الله. دوستان عزیز این کلیپ رو پخش بکنن. عرض کردیم ما عزیزان اهل سنت رو خلاصه همون عبارت آیت الله العظمی سیستانی را که فرمود لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، اینها برادر نمیگیم، میگیم عزیزان ما. حالا بعضیا خوششون بیاد یا خوششون نیاد، ما دنبال این نیستیم که همه خوشش بیاد یا خوشش نیاد، ولی عقیده شیعه اینه، عقیده مراجع ما این هست، عقیده تنها فقط آیت الله العظمی سیستانی نیست. بله دیدید این منافق رو که میگه که نگید عزیزان ما، بگید انفسنا. دقیقا این کلمه انفسنا رو تو ذهنتون نگه دارید، مانند هم 2 عکسی که گفتم ما در موردش حرف داریم. یکی از مراجع اینا میاد همین دروغ این آخوند رو ما نمیگیم. اگر ما میگفتیم که قزوینی داره دروغ میگه، خب میگفتیم که خب شما با این دشمنید، شاید بهش تهمت بزنید. اینو یکی از علمای خود شیعه میاد در مورد این شخص و این انفسنا که گفته سیستانی یا قزوینی حرف جالبی میزنه. بله دوستان این رو من ترجمه میکنم خدمتون، با هم میشنویم. نتيجة ما هي؟ التفت جيدا النتيجة التي أخذها، يقول ومن هنا يوم يكون الحق بأيدينا نتعامل معهم حكم الكافر. میگه روزی که قدرت به دست ما بیفته، معامله ما با اهل سنت معامله چی است؟ معامله کفار هست. الآن لأنه السلطة والحكم مو بيدنا فشنو نتعامل وياهم؟ میگه الان که قدرت در دست ما نیست، اینطوری باشون معامله میکنیم. شوفوا المنطق أعزائي. میگه ببینید این منطق رو. هذا التراث الآن وقع بيد من أعزائي؟ میگه این آثاری که ما داشتیم، این کتاب هایی که داشتیم الان به دست کی رسیده؟ به دست وصال حق رسیده. این کتاباتون هست، این مفاتیح النیرانتون هست، همه اینا رو داریم الحمدلله. هر چه کتابی که کتاب های بزرگ شما بوده همه رو الحمدلله خریدیم،
از بحرین، از لبنان، از کشورهای مختلف، از داخل ایران و همه اینا رو داریم. به دست ما افتاده این کتاب ها. ادامه رو گوش کنید. سابقا هذا ما كان يطلع عليه الكثير. سابقا می کسی این چیزها رو خبر نداشت. اون شبکه ها نبود، این کتابا به دست اهل سنت نیفتاده بود، کسی خبر نداشت. الان بعد اكو شيء خافي او لا يوجد. الان دیگه نمیتونید چیزی رو پنهان بکنید بگید که وجود نداره. الان نمیتونید منکر بشید این چیزها رو. لا مطلع عليه. إذن هو يعتبر الآن أنت اللي تقول أنتم إخواننا، أنتم أبناؤنا، أنتم كأنفسنا. میگه الان اونا وقتی این چیزای شما رو فهمیدن، این کتابای شما رو خوندن، وقتی شما بگید که شما مانند برادران ما هستید، شما انفسنا هستید، شما فرزندان ما هستید، أنتم كأنفسنا، هذا كله يعلمه أنه هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن السلطة والقوة والحكم ليس بأيدينا، وإلا بمجرد وصل بأيدينا ماذا نفعل؟ نجري عليكم حكم ماذا؟ ها؟ حكم الكافر. میگه اونا میدونن، الان اهل سنت بیدار شدن، میدونن که این مجاملات، شما مانند برادران ما هستید، شما انفسنا هستید، شما فلان هستید، به خاطر این است که قدرت در دست ما نیست. قدرت اگر کاملا در دست ما بیفته، بر آنها چیکار میکنیم؟ حکم کفار رو جاری میکنیم. این آخر کلامش یک بار دیگه دوستان گوش بدن. حکم ماذا؟ ها؟ حکم الكافر. يقول فإذا ظهر يعني الإمام الثاني عشر يجري عليهم حكم سائر الكفار. میگه وقتی هم که امام 12 ظاهر بشه، حکمی که بر اهل سنت جاری میکنه حکم بقیه کفار خواهد بود. تمام. خلاص. وأنتم تعلمون يعني ظهور الإمام يعني القوة والسلطة والحكم بيد من؟ ها؟ بيد من؟ بيد الشيعة. میگه همه میدونید که وقتی که امام زمان بیاد، طبق اعتقاداتشون سلطه و قدرت به دست کیه؟ به دست شیعه است. فإذا أنتم مو لأنكم تحكمون بإسلامنا والله مبانيكم العقائدية تقول هالشكل، لا. میگه شما نه به خاطر اینکه مبانی اعتقادیتون اینه که شما انفسنا هستید، برادران ما هستید، نه بابا، میگه این حرفا نیست، این حرف نیست. اصل واقعیت چیه؟ مبانيكم العقائدية تقول هالشكل، لا، من باب أنكم الآن ضعفاء. میگه به خاطر که الان شیعه در دنیا ضعیف هست، دارید این حرفا رو میزنید. فبمجرد أن القوة تأتي بأيديكم تجرون علينا ماذا؟ ها؟ فإذا ظهر يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور. وقتی که میگه قدرت در دستشون بیفته، بر بالای اهل سنت حکمی که جاری میشه مانند بقیه کفار خواهد بود. وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار وبه يجمع بين الأخبار. میگه و در آخرت هم جاویدانه در آتش دوزخ با بقیه کفار خواهم بود و این است آن چیزی که در روایات و اخبار مذهب شیعه اومده. پس بینندگان عزیز و گرامی، این نفاقی است که این آخوندها دارن. اینکه قزوینی میاد انکار میکنه این چیزا رو، میگه اینو فتوشاپ کردن و نمیدونم توطئه داعش هست و پول عربستان هست و نمیدونم آمریکا و صهیونیست. یعنی این جلد 30 کتاب بهارالانوار رو که باب کاملی داره در فضیلت لعن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه و طلحه و بقیه صحابه، این باب رو یا آمریکایی‌ها درست کردن، یا صهیونیست‌ها درست کردن، یا عربستان درست کرده، یا که توطئه داعشه. آیا بهتر نبود که این آخوند دروغگو به جای اینکه بیاد بگه که اینو جناب فتوشاپ این کارو کرده، میگفت که بله ما در مذهبمون وجود داره این چیزا، این لعن و نفرین به صحابه جز اعتقادات علمای ما بوده، منتها من امروز به عنوان یک شیعه متمدن، یک شیعه پیشرفته، یک شیعه عاقل و بالغ
انکار میکنم، میگم که خب مجلسی غلط کرده که این حرفا رو زده در کتاب‌های خودش. بله ایناست حقیقتی که الله سبحانه و تعالی خواست که اینا رو افشا بکنه. ما باور کنید که صدها، حتی از بیش از 3000 کلیپ ما داریم از همین آفت الله و از بقیه آخوندهای اینا، اما چون تصمیم گرفتیم که شبکه مانند سالهای اول 24 ساعت این برنامه نباشه، برنامه اجتماعی، اخلاقی، برنامه عقیدتی، تفسیر قرآن، برنامه حفظ قرآن، تصحیح تلاوت قرآن، برنامه سیرت، جایگاه سنت و برنامه‌های اخلاقی اجتماعی باشه، ولی اگر ما بخوایم 24 ساعت شبانه روز فقط کلیپ‌های دروغ اینها رو پخش بکنیم، هنوزم وقت کم میاریم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی کسانی که فریب این آخوندا رو خوردن، فریب این نظام منحوس ایران رو خوردن، فریب این شعارهای دروغین وحدت رو خوردن، اینا بیدار بشن. من مسک ختام این قسمت از برنامه رو کلیپی دارم در اینجا، خیلی جالب است، خیلی دوست دارم این کلیپ رو با شما با هم بشنویم. نفاق نکنیم، منافق نباشیم. عقیده من سنیم، عقیده من اینه که به عایشه دشنام دادن کفره. اجازه بدید برادرانم این الله اکبر نکنید. نمایش ندید. امروز یک ملای بدبخت روی همین تریبون اینقدر دروغ گفت، هر دروغی که میگفت این آقایان از اونجا الله اکبر میگفت. شما که نمیدونید ما چی میگیم، چرا الکی الله اکبر میگید؟ دروغ رو هم میگید الله اکبر. چی شما من صدا زدم چی عجیب دیدید؟ ولی این بدبخت ها توجه نکردند. اون بدبخت هم توجه نکرد که من دروغ میگم. فکر میکرد این علما که اینجا نشستن همه جاهلن، هیچی نمیفهمم، هرچی من میگم این درسته. اینطور نیست برادرانم. من سنیم، من به اصحاب رسول الله دشنام دادن را کفر میدانم، هر که عقیدهش هرچی باشه. من سجده لغیر الله را حرام میدانم، هر که میکنه بکن. من سنیم، شما سنی هستید، اهل سنت والجماعت، اهل سنت والجماعت. بیایید عقیده اهل سنت و جماعت را بگید. شما چی کار به دیگران دارید؟ شما مذهبی دارید، دیگران مذهب دارند. اهل سنت باشید. قبر پرستی نزد ما حرامه، حرامه. کسی را غیبدان غیر از خدا دانستن نزد ما کفره. این عقیده ما، عقیده ما اینه. به دروغ برای راضی کردن دیگران بگیم که نه، دروغه، نفاقه، منافقت درست نیست. بله، به همین قدر اکتفا میکنیم. مولانا نظر محمد دیدگاه، یکی از علمای بزرگ بلوچستان، الله سبحانه و تعالی ایشانو حفظ بکنه، اولین نماینده اهل سنت در پارلمان یا همون مجلس شورای ایران بودن در زمانی که رفسنجانی رئیس مجلس بود و به دلیل دفاع از اعتقادات اهل سنت و اعتراض به لعن و توهین و نفرین هایی که به صحابه پیامبر در مجلس شورای ایران میشد، ایشون رو برطرف کردن، زندانی کردن و بدترین شکنجه ها رو در دورانی که در زندان بودن ایشون دیدن. شکنجه هایی که باور کنید من خجالت میکشم که در این تلویزیون اینجا خدمتتون بازگو بکنم. همین پیرمرد رو، همین عالم اهل سنت رو لخت میکردن، در سقف زندان آویزان میکردن و به طرق مختلفیشون رو شکنجه میکردن که الله سبحانه و تعالی از اون شکنجهگران و کسانی که علمای اهل سنت رو به شهادت رساندن و شکنجه دادن انتقام بگیره در دنیا قبل از آخرت.
ah